در کابل کمتر اتفاق می افتد که هنرمندان چنین دور هم بیایند و فرش سرخی برایشان پهن شود. اجرای موسیقی، تئاتر و برنامه‌های تفریحی بخش‌های کلی این جشنواره را شکل می‌داد. برگزاری جشنواره رومی مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی نیز قرار گرفته است. رقص سما یا رقص صوفیانه نماد از هویت جشنواره رومی است که بیشتر از همه در این محفل توجه اشتراک کنندگان را به خود جلب کرد. اما رقص آریایی یا موسیقی پامیری بخش دیگر از این جشنواره بود که همه را شگفت زده ساخت. هشتاد آوازخوان و نزدیک به 800 تماشاچی از مرد و زن در این جشنواره حضور داشتند. همین چند روز پیش حادثه نادر و ناگواری در چند کیلومتری پایتخت در ولسوالی پغمان اتفاق افتاد که همه را شوکه خودش ساخت. اما حالا صدها مرد و زن بدون فکر کردن درباره انتخابات و افزایش نامه‌ها در کشور در اینجا گرد هم آمدند تا از فرصت اندکی که برایشان پیدا شده است از آن استفاده بیشتری نمایند. هنرمندان سرکس که بیشتر جوانان و نوجوانان بودند نیز هنرنمایی‌هایی داشتند. حضور شاعران نیز در این جشنواره رنگ دیگری به این مراسم داده بود. فرهنگیان کشور میگویند هنر اصیل و تاریخی کشور دستخوش فراز و فرودهای زیادی شده است. سروده‌های ویدی در دوران اولین پادشاه بخت یما پادشاه نشان دهنده وجود هنر موسیقی در این عرصه بود. شماری از استادان هنر موسیقی برگزاری چنین جشنواره ها را بهترین راه برای شناخت هنرمندان خوب می‌دانند. برگزاری این رقم جشنواره ایره ثابت می‌سازه، تفکیک می‌کنه هنرمند از غیر هنرمند و یا معیاری شدن خود موسیقی در کشور. ماه در آسمان می درخشد، اما اینجا هنرمندان ستاره‌های درخشانی اند که این محفل را روشنایی بخشودند. همچنین یک برنامه‌ای که مثلا همیال برگزار میشه رو می آورد باعث رشد هنرمندان، باعث رشد تمام هنرمندان افغانستان می باشد. اما چرا برگزار کنندگان چنین جشنواره‌ها از نام رومی استفاده می کنند؟ هنگامی که امپراتوری روم تقسیم شد، تجزیه شد، امپراتوری روم شرقی که پایتختش قسطنطنیه بود به نام رومیت الصغری یاد شد و روم غربی به نام رومیت الکبری یا روم بزرگ. اشتراک کنندگان جشنواره این گونه ابراز احساسات می کنند. امیدوار هستم که چنین جشنواره در افغانستان بیشتر و بیشتر برگزار شود با اینکه ناامنی‌ها در افغانستان زیاد است. این نخستین جشنواره تاریخی است که در افغانستان برگزار می شود. سال پار نیز این شبکه برای نخستین بار روز قلم را در این کشور برگزار کرد که از سوی رئیس جمهور کرزی و دیگر مقام‌های حکومتی مورد استقبال قرار گرفت.